إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیزم، برادران بزرگوار، مهمانان خانه پروردگار جل و علا، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس، شکر و ستایش بی حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش. و از خداوند جل و علا طلب توفیق می نماییم که به همه ما و شما توفیق شکرگزاری نعمت‌هایش نصیب گرداند، توفیق بندگی نصیب گرداند. خداوند جل و علا گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت گرداند، همه عبادت ها و نیکی های ما را به درگاه بی نیازش قبول گرداند. خداوند جل و علا این وطن عزیز ما را از تمام گزند و فتنه و بلاها در پناه عصمت خویشش نگهبان باشد و پیشروی دینی و دنیویش را همیشگی گرداند. و برادران و خواهران ما که در مهاجرت مهنتی هستند، پروردگار جل و علا آنها را در پناه عصمت خویشت نگهبان باشد، آنها را با عزت و سلیم به وطن بر بگردان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیزم، موضوع امروز جمعه ما مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزند است، یعنی وظیفه هر یک پدر و مادر برای تربیت فرزند. خداوند جل و علا در قرآن بسیار زیبا میگوید: المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. صدق الله العظیم. خداوند جل و علا مال و دارایی و فرزندان را زینت و زیبایی این دنیا گفته است. در تفسیر ابن کثیر میبینیم که این آیت را شرح میدهد کدام مال و کدام فرزند زینت این دنیا اند. همون مالی که در راه حق، همون مالی که از او صدقه داده می شود، از اون زکات داده می شود، مالی که برای نیازمندان جدا می شود، سرپرستی یتیمان می کند، زینتی در این دنیا است و دستگیر انسان در آخرت. و این چنین فرزندان، اگر فرزندانی که تربیه شدند، فرزندانی که اخلاق آموختند از پدر و مادر، از معلم و جامعه، در حقیقت هم در این دنیا زینت و سربلندی و عزت هر یک پدر و مادر و جامعه، و در آخرت سبب شفاعت، سبب بردباری، سبب سربلندی و عزت پدر و مادر میشه. اگر انسان تربیت کند فرزندش را، فرزند نوری چشم انسان خواهد بود. فرزند آینده انسان است، میوه عمر انسان است. از خود انسان فرزندها میگذارد. اگر فرزندها را تربیت کند، اخلاق شایسته، اخلاق حمیده را تعلیم دهد، فرزندان صالح، مفید، منفعتناک برای خود برای جامعه پرورش کند، در حقیقت هم در زندگیش سربلند و عزتمند زندگی میکند، هم در آخرت اجر و پاداشی که کنده نمیشود. ما و شما میدونیم که یکی از صدقه های جاریه برادران عزیزم این فرزندان صالح هستند. فرزندان صالح به مانند جاریه، یعنی به مانند آبی روان، اجر و پاداشش به انسان میرسد اگر انسان در تربیت فرزند کامیاب و موفق باشد. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی فرزند انسان، فرزند آدم، وقتی این دنیا را ترک میکند و میمیرد، همه عملهای او پوشیده میشه.
الا من ثلاث، بجز سه عملش، سه کردارش که بعد از او سالها و عصرها میماند و خدمت میکند و اجر و پاداشش میرسد، به مانند انسان زنده است هرچند در قبر باشد، اما نامه های اعمالش هر روز و هر روز پر میشه. پیامبر محبوب میگه صدقه جاریه، صدقه جاریه، مسجدی بنا کرده باشه، یتیم خانه ساخته باشه، کتابی از خود مانده باشد، راهی ساخته باشد، آبی برآورده باشد، درختی نهالی نشانده باشد که بعد از سر او انسان ها از آن منفعت برند، حیوانات از آن منفعت برند، اجر و پاداشش میرسد. او علم ینتفع به، یا معلم یا پدری که به فرزندان و شاگردان خویش تعلیم داده باشد، تعلیم علم دینی و دنیوی که سبب کامیابی و موفقش شده باشد، در حقیقت بعد از سرش اجر و پاداش و کامیابی ها به او می رود و می رسد. اگر یک طبیب از خود چند شاگردانی طبیب های خوب تربیت کند که در خدمت مسلمان ها، خدمت مردم سهم زیاد داشته باشند، خداوند جل و علا در قرآن میگوید که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یک انسان را نجات بدهد از مرگ یا او را کامیاب کند، فکأنما احیا الناس جمیعا، در نزد پروردگار جل و علا اجر و پاداشش چنان زیاد است که تمام انسانیت را نجات داده است. یک انسان شاگردانش را علم فیزیک، علم متمتیک، علم دین، اخلاق، تربیت آموزانیده باشد، در حقیقت ثمره اش را میگیرد، نتیجه اش را میگیرد. اگر نماز را آموزانیده باشد، قرآن را آموزانیده باشد، این شاگرد، این فرزند هر وقت که یک رکعت نماز میخواند، هر وقت که نماز میخواند یا قرآن میخواند، از انسانی که خوانده است، از این شاگرد یا فرزند هیچ اجر و پاداشی کم نمیشود، بلکه در برابر او اگر 10 اجر برای یک حرف داده شود، برای خواندن قرآن برای یک انسان، برای این شاگرد یا فرزند، و استاد و معلمش و پدرش همون اجر باز داده میشه. پس در تربیت فرزندان کوتاهی نکنیم، بی اهمیتی نکنیم که سبب بی‌عزتی، سبب ناکامی، سبب سرخمیمان در این دنیا و آخرت میشه. و ولدا صالحا یدعو له، و از خود فرزندانی باقی مانده باشد که یدعو له، برای او دعای نیک کنند بعد از سرش. این همه نور و برکت و اجر و پاداش می شود برای پدر و مادری گذشته. پس پدران باید در مسئولیت خویش کوتاهی نکنند.